مسابقات جهانی شیب کسخلیه، یعنی کسخلوارترین شیبی که تو در دنیا هست. اینا نگاه کنید ببین چجوری کسبر میشه اینا. نگاه کن آخر شیب دیگه 90 درجه است. نگاه کن سیکتیر گردن گرفت برد. خالص آب بچه رو گاییده. ایران یه موتور کراس اینجوری بشه بدبخت بار تا تعلیم تا وسیله برسه ایران. نگاه کن علی کسب چی شده؟ کاسپرند شد. کاسپرند یعنی که موتور کراس کج شدن. گفتم کاسرک حالا شب شد. نگاه کن آقای کیون کش با اره موتور اومدی خار کسی بشی به 100 درجه. ای امان اوه گیجگات گاییدم بچه. آخه برای چی اومدی توی مسابقه کیون؟ نگاه کن کسکش خوشحالی میکنه. اینا مثل آخونده است کیون کش جنگ زدن کس کردن بعد میگم ما بردیم. بود بشم گزارشگر ایرانی مسابقات. یا بگیر حالا جان کیرت با پا وای میستون. آره نگاه کن اون گرفت میبینی که اون کسکش رفت با برف سا. ای امان و خیلی شیوه اون بالا اینجا میگه. نگاه کن یارو نگاه کن این موتور خودش میدونه که سنگینه. جک پک اینا نمیذاره این پایین بره. جک نره کراس فار کسه خرک آخه. موتور رفت خودش بمون. این موتور الان دیگه له شد بدبخت. دیگه چه نمیشه موتور کنه. چی موتوریه این خار کسه رو؟ این خار تو یاتاقا نگاهیدم. کیون کش خار کسه با موتور برق رفته شیب 100 درجه رو بره بالا. دستش میره بالا. شارم خبره اومد. نکن اما زنگ زد بود برگرده خونه. نکن درست گاییدم کسکش.